بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز درس دويم السلسلة هوي درس معلم الثاني. ما حركات رو می‌آموزیم، حرکتی نو که این فتحه کسره ضمه می باشد. فتحه یعنی آ، کسره ای، ضمه او. اکنون ما این حرف هایی که ما گذاشته بودیم حرف ها رو با این حرکت پیوند میکنیم. اینجا ا، ای، او. این حرف ب، با، بی، بو، تا، تی، تو، ثا، ثی، ثو، جا، جی، جو، ح، حی، حو، خا، خی، خو، دا، دی، دو، ذا، ذی، ذو، را، ری، رو، زا، زی، زو، سا، سی، سو، شا، شی، شو، صا، سی، سو، ضا، دی، دو، طا، تی، تو، ظا، زی، زو، ع، عی، عو، غا، غی، غو، فا، فی، فو، قا، قی، قو، کا، کی، کو، لا، لی، لو، ما، می، مو، نا، نی، نو، و، وی، وو، ها، هی، هو، یا، یی، یو. این بود پیوند حرکت با حرف ها. اینجا بعضی حرف های تلفظ فرق میکند. این عین است. عین یعنی با بیخ گلو میبریم، از حلق میبروید. اما این ای عادی است. ای او. این عی او. اینچنین در ما حرف ز در حرفهای عربی زیاد هستند که همش تلفظش هر خیل است. این ذ اینو گذبون ذ. این ز توغری است. اینش با غفص کنه میگیم. اینچنین غفص میشد. زا، زی، زو. در ما تا هست. تا این تای است که غفص کنه میگیم. تا. و این تا تی عادی است. تا، تی، تو. این بود امروز درس. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.